شب 11 ماه سال 2023 پایگاه خبری بامداد مطلبی را با نام نخود نساز او فقط روز آمدن پرزیدنت کار کند مراجعت تیقانون پنجکند به امام علی رحمان را نشر کرد. در این مطلب کشاورزان پنجکند با مراجعت به پرزیدنت از آن شکایت داشتند که دستگاه آبکشی در دهه دشت قوزی که 3 سال پیش با اشتراک امام علی رحمان لنته‌باری شده بود کار نمی کند و زمین‌های کشتی آنها همه به آب مانده است. دهقانان از مقامات محلی بخصوص از رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان شهر پنجکند قربان عثمانوف شکایت داشتند که یگان بار از حال این دستگاه آبکشی دیدن نمی کند و شکایت آنها را نادیده می گیرد. بنا به اطلاع دریافته فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها و وکیل مجلس ملی که نماینده پرزیدنت در پنجکند به شمار می رود، عبدالعلیم غفاروف وکیل مجلس نمایندگان بلافاصله شام 11 مای به پنجکند را سپار شده و صبح 12 مای همراه رئیس شهر پنجکند عبدالله خالقزاده و معاونش رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان پنجکند، رئیس ریاست کشاورزی پنجکند و رئیسان جماعت‌های واروی، رودکی و یوری از دستگاه‌ها و نسازهای آبکشی دهات دشت قوزی و رکناباد دیدن کردند و ساعت 10 با اشتراک ساکنان این دو جماعت در دهه رکناباد مجلس کلام دعوت کردند. برای دریافت معلومات درباره نتیجه این جلسه خوانندگان عزیز را در جریان خواهیم گذاشت. طور مردم میگوید در این سال بیابی از همه بیشتر مردمان دهه‌های رکناباد و دشت قوزی شهر پنجکند ضرر دیده ایستادند. باغ و نساز آبکشی این منطقه را 3 سال پیش پرزیدنت کشور امام علی رحمان در دهه دشت قوزی لنته‌باری کرده بود، ولی امروز این نیولهایی که با اسعار خارجی خریداری شده بودند رو به خشکی آوردند. بعد از عید رمضان در آخر ماه اپریل رئیس ولایت سوق رجب‌های احمدزاده به دهه‌های رکناباد و دشت قوزی شهر پنجکند تشریف آورده به ساکنان در مسئله نساز و کانال و زمین‌های آبی صحبت گذراند و به عرض و شکایت مردم گوش داده وعده داد که مشکلی به زودی راه حل خود را می‌یابد. اما ماه مای هم در آمد. از جانب مسئولان و مخصوصا رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان شهر پنجکند قربان عثمانوف تا یگان چاره دیده نشده است. مخصوصا قربان عثمانوف که خود را شاه و تبش را وزیر می‌داند و 25 سال اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان شهر پنجکند را راهبری می‌کند، پینک خود را ویران کردنی نیست و امیدوار است که این سال نیز مردم مثل سالهای پیش به کم‌آبی عادت می‌کنند و او وظیفه خود را سربلندانه اجرا خواهد کرد. اما تا امروز از رهبران سطح بالا که بیابانشوی این منطقه را می‌بینند نمی‌خواهند که پینک رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان شهر پنجکند قربان عثمانوف را ویران کنند.